بله چشم آقای مدیر، حتما امروز توجیهش میکنم. چشم. این پسر درس نخونه دیو کجاست؟ زنگ بزنید بگید بیاد خونه، کارش دارم. تو زندگیم اینقدر تحقیر نشده بودم. زمان ما برف میبرید تا اینجا، تو کولک میرفتیم مدرسه. میدونید چند تا هم کلاسی ما از دست دادم؟ چند تا؟ تعدادش محدود بود، یکی بود فکر کنم. زمان ما 4 تا داداش بودیم، توی اتاق درس میخوندیم. خانم تو چرا هی دفاع میکنی ازش؟ اینقدر بهش پنیر دادی اینجوری شده. من گفتم پنیر با گردو بهش بده واسه مغز معیوبش خوبه. من بازنشستم واسه من کسر شأن یک پسر کودنی مثل تو داشته باشم. پسر آقای احمدی رو دیدی؟ تا نشده یک بار از مدرسه به آقای احمدی زنگ بزنن. میگن دیدن جلو راه سر مدرسه خونه دخترونه زشت. این کارم مزاحم نوامیز نشو. این صفر چیه گرفتی؟ اون از 10 نمره است. آره 6 5 30 تا 30 تا میشه دیگه. دخترم 30 تا میشه. آفرین دختر گلم. پوفیو 30 تا میشه. من شهریور تو اون گرما میرفتم امتحان میدادم. تزیید داشتی؟ زمان ما تابستونم مدرسه بود. بابا پول میدی؟ پول از چیته؟ کمک به مدرسه. جمع کن این چیزا رو جلو من نگو. بحث اقتصادی جلو من نکن، من قلبم ضعیفه. نه پرش کن برو اونور. ایکس را پیدا کنید. بیا. چقدر ایکس پیدا کردی پسرم؟ 4 تا ایکس. اون انه چیه اون وسط؟ آقای هاشمی چند تا بچه داشت؟ هاشمی کیه؟ بابا اون که اهل کازرون بود. نمیشناسم. تو تعلیمات اجتماعی بود.